مرکز کمک به اوکراین در لوبلین لهستان هر روز در اینجا 150 اختیاری کمک‌های از تمام جهان جمع آمده را جابجا و بندوبست می‌کنند و به اوکراین می‌فرستند. کالتون سمیت اختیاری از کالیفرنیا 2 ماه است در اینجا کمک می‌کند. من در تمام زندگیم با یگان جنگ چون جنگ اوکراین رابطه نداشتم. من وضعی را که از زمان انقلاب سال 2014 به وقوع می پیوندد پیگیری می کردم و نتوانستم بی‌طرف باشم. من در کالیفرنیا کار می کردم و وقتی این حمله صورت گرفت خیلی دلشکسته شدم. من دیگر تبسم کرده نمی توانستم. در میان اختیاریان پناهنده های اوکراینی هم هستند. آنها دوستخانه و کار و نقشه های خود را پرتافته از جنگ فرار کردند. حالا آنها به اوکراینی هایی که در کشور ماندند کمک می رسانند. ما از ماه مارت کار را سر کردیم. 900 اختیاری همیشه آماده است به ما کمک کند. هر روز 40 نفر دیگر برای رسانیدن کمک به اینجا می آیند. ما چیکار میکنیم؟ ما کمک های بشردوستانه ای را که از کشورهای اتحادیه اروپا و بیرون از آن می آیند وابسته به نوع تقسیم و جابجا میکنیم. در هماهنگی با حکومت اوکراین کمک ها به مرکزهای یاری رسان این کشور فرستاده می شوند تا به افراد نیازمند رسانیده شوند. تشبسکاران میگویند تا امروز بیش از 6000 تن کمک بشردوستانه به اوکراین فرستاده شده است. با این تشبس افراد سرشناس مثل غالبان آزمون جهانی اورویدینی ارکستر کالوش هم همراه شدند. ما برای دیدن اختیاریان بزرگترین مرکز ولنتیران اروپا آمدیم تا به آنها تشکر بگوییم و یاری خود را رسانیم. گروه با تشکیل یک کنسرت در لیوبلین اقدام مرکز کمک به اوکراین را دستگیری کرد. آوازخوان‌های خسته ولی خوشبخت همراه با اختیاریان سرود معروفی استفانیا را می‌خوانند. این آهنگ وضع پناهندگان اوکراینی را بازگو می‌کند. آنها به همدیگر قوی و متحد بودن را آرزو می‌کنند و یکدیگر را با آینده روشن دلگرم می‌سازند.